افسانه ازدواج پریا با مار. روزی بود و روزگاری بود، خارکن پیری بود که 3 دختر داشت. زن خارکن به دلیل فقر مرده بود. خارکن صبح تا غروب خار جمع می کرد و عصر آنها را می فروخت. با پول کمی که به دست می آورد غذای اندکی تهیه می کرد و به خانه می برد. روزها به همین صورت می گذشت تا اینکه روزی از روزها پیرمرد خارهایش را جمع کرد. ولی وقتی می‌خواست کیسه‌اش را بلند کند متوجه شد که خیلی سنگین است. تصمیم گرفت مقداری از خارها را خالی کند که ناگهان ماری اژدهاگونه بین خارها دید. از ترسش کیسه را رها کرد و پا به فرار گذاشت. آن روز دست خالی برگشت. فردا صبح زود رفت و خار بیشتری جمع کرد تا جبران روز قبل را بکند. ولی وقتی خواست خارها را داخل کیسه بگذارد دید همان مار داخل کیسه است. میخواست پا به فرار بگذارد که مار بیرون خزید. مرد را صدا کرد. پیرمرد خیلی وحشت کرده بود، تنش میلرزید. مار گفت نترس، با تو کاری ندارم، میدانم که روزگار سختی داری، میخواهم به تو کمک کنم. قول میدهم هرچه خواستی به تو میدهم، به شرط آنکه اجازه دهی با یکی از دخترانت ازدواج کنم. پیرمرد گفت چطور ممکن است؟ دختران من از یک مار کوچک میترسند، تو را ببینند از هوش میروند. خواهش میکنم مرا رها کن، باید خارها را ببرم برای دخترانم غذایی تهیه کنم. مار گفت اگر شرطم را نپذیری مانند روز گذشته دست خالی به خانه برخواهی گشت. پیرمرد دست خالی و ناراحت به سمت خانه رفت، ولی از خجالت نتوانست وارد شود. پشت در نشست. دخترها که نگران پدر بودند پشت در آمدند. دیدند که پدر خسته و دل شکسته گریه می کند. از پدر علت را جویا شدند. پدر ماجرا را تعریف کرد. دختر اول و دوم گفتند پدر جان، ما از دیدن مار از ترس جان می دهیم، چطور ازدواج کنیم؟ دختر سوم که پریا نام داشت گفت پدر جان، من حاضرم با مار ازدواج کنم. پیرمرد و خواهرانش خواستند که او را منصرف کنند، ولی پریا گفت مار قول داده، اوضاع ما را درست می کند، من با او ازدواج می کنم تا شما هم به آسایش برسید. صبح زود پیرمرد سمت بیابان رفت که مار را منتظر دید. پیرمرد جواب دخترش را به مار داد. مار گفت بخت و اقبال به سمت دخترت می آید و تو و سایر خانواده‌ات تا آخر عمر به خوشی زندگی خواهید کرد. اکنون به سمت خانه‌ات برو. 3 باد تند به سمت خانه‌ات می آید. باد اول با خود وسایلی می آورد، ظروف نقره، پرده های زیبا. همه وسایل را سر جای خودش قرار بده و یک اتاق را چنان درست کن که هیچ نوری به داخل آن نیاید، هیچ کس نتواند داخل آن را ببیند. باد دوم با خودش انواع خوردنی ها را می آورد، غذاهای متنوع، میوه و شیرینی های خوشمزه. هر کدام از آنها را داخل ظرفی بگذار و داخل اتاق قرار بده. باد سوم لباس های زیبا و جواهرات گرانبها می آورد. یکی از لباس ها را تن دخترت کن و هر کدام از زیورآلات که خواست به خود آویزان کند و در اتاق تنها بماند تا من بیایم. فراموش نکن که کسی نباید داخل اتاق را ببیند، کسی صدای ما را نباید بشنود. پیرمرد رفت، همه کارها را مو به مو انجام داد. باد سوم که وزید پریا لباس و جواهراتش را انتخاب کرد. به داخل اتاق رفت.
بعد مار وحشتناکی وارد اتاق شد. پریا نفسش در سینه حبس شده بود، رنگ از صورتش پریده بود. مار چرخی زد و گفت: آیا حاضری با من ازدواج کنی؟ پریا به آرامی گفت: آری. آن وقت مار گفت: از من نترس همسر زیبایم، میخواهم به تو رازی بگویم و تو را از نگرانی دور کنم. آیا تو میتوانی رازدار من باشی؟ میتوانی راز من را در دل نگه داری؟ پریا گفت: آری، قول میدهم امین تو باشم. مار گفت: فقط بدان اگر راز مرا برملا کنی، من را برای همیشه از دست میدهی و من برای همیشه میروم. پریا که در دل شاد شده بود گفت: چه بهتر از دست تو مار وحشتناک خلاص میشوم. ناگهان از داخل پوشش مار پسر زیبایی با لباس شاهانه پدیدار شد و با صدای زیبایی گفت: من شاه سلطان نجیب هستم که سالهای پیش توسط دیوان ربوده شدم. جادوگران دیو مرا در پوست مار پیچیدند تا خانواده‌ام مرا نتوانند پیدا کنند. من را فقط کسی که قبول کند همسرم شود میتواند با ظاهر واقعی ببیند و طلسم من با تولد اولین فرزندم از بین میرود و تا آن موقع قول بده رازدار من باشی. پریا که بسیار متعجب و همینطور از داشتن همچین همسر زیبایی خوشحال بود، قول داد که رازش مخفی میماند. فردای آن روز وقتی پدر و خواهران پریا او را خوشحال دیدند، علت را جویا شدند. اما او به شوهرش قول داده بود که این راز تا به دنیا آمدن فرزندشان مخفی بماند. اما خواهرانش دست بردار نبودند. توقع داشتند خواهرشان ماجرا را تعریف کند. اینقدر اصرار کردند تا بالاخره پریا راز همسرش را فاش کرد. ناگهان دود غلیظی به پا شد. همه آن وسایل، خوراکی ها، لباس ها به جز حلقه ازدواج دود شد و به هوا رفت. پریا که فهمید چه اشتباه بزرگی کرده، بسیار ناله و زاری کرد. به سر و صورت خود زد ولی فایده ای نداشت. به راحتی همه چیز را از دست داده بود. بعد از چند روز پریا تصمیم گرفت دنبال همسرش برود، دانشانی از او بیابد. او یک روز صبح از خانواده‌اش خداحافظی کرد و به راه افتاد. او باید خبر مهمی را به همسرش میداد. هفته‌ها گذشت، دختر خبری نیافت. او همانطور که میرفت در انتهای بیابان چشمه آب زلالی پیدا کرد. کنار جوی نشست. بعد از خوردن آب از خستگی خوابش برد. ناگهان صدای او را بیدار کرد و دید دختری با یک کوزه در دست میخواهد آب بردارد. پریا خودش را جمع و جور کرد و گفت: اینجا کجاست؟ دختر جواب داد: اینجا تحت سلطه شاه سلطان مار است و من کنیز او هستم. پریا تا اسم شاه سلطان مار را شنید از خوشحالی پر درآورد و گفت: این سلطان مار کیست؟ کجاست؟ کنیز گفت: او سلطان این اقلیم است و آن طرف قصر اوست. فردا روز ازدواج سلطان مار با دختر دیوان است و من الان برای شستن دستهای سلطان آب میبرم. پریا رو به کنیز گفت: مرا به قصر ببر. کنیز خندید و گفت: کسی اجازه ندارد وارد قصر شود، فقط افراد خاص میتوانند بروند. پریا گفت: پس کوزه‌ات را بده تا کمی آب بنوشم. کنیز گفت: مگر می شود؟ این کوزه مخصوص سلطان است و کسی اجازه ندارد از آن بنوشد. پریا که دید نمی تواند هیچ جور نشانی از خود به سلطان بدهد گفت:
امیدوارم زمانی که میخوای آب روی دست سلطانت بریزی به جای آب گل از کوزه‌ات بریزد. کنیز خندید و رفت. وقتی به باغ سلطان رسید و خواست که آب بریزد، ناگهان دید به جای آب گل از کوزه بیرون ریخت. کنیز بسیار ترسید. سریع عذرخواهی کرد و برای برداشتن آب تمیز به سمت جوی دوید. پریا تا کنیز را دید گفت: خواهش میکنم کوزه‌ات را به من بده تا کمی آب بنوشم. کنیز که عصبانی بود گفت: برو کنار، حرف نزن، و کوزه را پر از آب تازه کرد و رفت. این بار پریا فریاد زد: امیدوارم این دفعه به جای گل خون بریزد. وقتی کنیز پیش سلطان رسید خوب به آب نگاه کرد. آب زلال بود، ولی وقتی خواست آب بریزد به جای آب خون روی دست سلطان ریخت. شاه سلطان گفت: چه میکنی دختر؟ و کنیز همه چیز را برای او تعریف کرد. شاه به او گفت: این بار برو و به آن زن آب بده تا بنوشد. کنیز کوزه را به پریا داد و گفت: آب بخور و نفرین نکن. پریا به آرامی حلقه ازدواجش را داخل کوزه انداخت. کوزه را به کنیز داد. کنیز وقتی آب را روی دستان شاه سلطان ریخت، حلقه ازدواجشان روی دستانش افتاد و شاه فهمید که آن زن پریاست. رو به کنیز گفت: پیش دختر برو و طوری که کسی متوجه نشود او را پیش من بیاور. کنیز فوری به سمت چشمه رفت و پریا را مخفیانه با کمک بقیه کنیزها به قصر آورد. سلطان از باغ به قصر آمد و به کنیزها گفت: بروید و مراقب باشید و اگر کسی از وجود این زن در اینجا به کسی چیزی بگوید سر همه شما را خواهم زد. سلطان پیش پریا نشست. پریا از خوشحالی اشک میریخت. سلطان به او گفت: چرا راز مرا به خواهرانت گفتی تا این همه سختی بکشیم؟ چرا نتوانستی رازدار من باشی؟ پریا در حالی که اشک میریخت گفت: من بسیار پشیمانم و این همه سختی و دربدری تاوان اشتباه هم است، ولی اکنون خبر مهمی برایت دارم. من باردار هستم و به زودی فرزندت به دنیا می آید. شاه که بسیار خوشحال شده بود گفت: پس باید تو را مخفی کنم تا فرزندمان به دنیا آید. اگر دیوان متوجه این موضوع شوند حتما تو را از بین خواهند برد. فردا روز ازدواج من با دختر دیوان است، ولی نگران نباش، من خودم را به مریضی میزنم تا عروسی عقب بیفتد. تا آن روز تو را به آشپزخانه میفرستم و وقتی موقع به دنیا آمدن بچه شد مرا خبر کن. پریا به آشپزخانه رفت. فردای آن روز سلطان خودش را به مریضی زد. عروسی عقب افتاد. سلطان مدتی در تخت ماند تا کنیز پیش سلطان آمد و گفت: امشب شام مورد علاقه شما حاضر می شود. کنیزها پریا را به اتاق دیگری بردند و بعد از چند دقیقه صدای کودکی آمد. ناگهان اطراف شاه سلطان دود غلیظی به پا شد. صداهای وحشتناکی بلند شد و دود به آسمان رفت. بعد همه چیز آرام گرفت. قصر به صورت باغ زیبایی درآمد. پریا با پسری در آغوش به سمت همسرش رفت و گفت: خدا رو شکر، همه چیز به خوبی تمام شد، دیوان رفتند. سلطان خدا رو شکر کرد و همسر و فرزندش رو در آغوش گرفت. دوستان عزیزم، امیدوارم که شما هم توی زندگیتون رازدار باشید. با لایک و سابسکرایب به ما انرژی بدین.